پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استوپیریان روخت به بازی‌های المپیک توکیو 2020 در وزن تن 90 کیلو در نوع ورزش گشتین دیزودو را به دست آورد. در این باره روز 11 ایون در سامانش فدراسیون گشتین جودو تاجیکستان خبر داد. بنا به این منبع بر اساس فهرست کنونی المپیک که در سامانه فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، کامرانشاه در بین 398 جودوچی جهان که در وزن تن 90 کیلوگرم هنرنمایی میکنند با 2784 امتیاز در مقام 21 قرار دارد. او با چنین نتیجه در فهرست جودوچیانی که به طور مستقیم برای شرکت در المپیاد توکیو 2020 روخت میگیرند جای گرفته است. فدراسیون گشتین جودو تاجیکستان گفت باز دست کم سه پهلوان دیگر کشور سامان محمد بیکوف 73 کیلوگرم، اکمل مرادوف 81 کیلوگرم و تیمور رحیموف 100 کیلوگرم نیز شانس زیاد برای به دست آوردن راحت المپیاد دارند. یادآور میشویم که کامرانشاه استوپیریان اینک چهارمین ورزشگر تاجیک است که به بازی‌های المپیک توکیو 2020 راحت گرفته است. از این قبل بهادر عثمانوف و شهباز نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس و گلسنبی شریفووا در ورزش سبک دویدن به مسافه 100 متر صاحب اجازتنامه اشتراک در بازی‌های المپیک توکیو 2020 گردیده بودند. بازی‌های المپیک توکیو 2020 که سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس به تأخیر گذاشته شد، قرار است از 23 ایول تا 8 آگوست سال 2021 برگزار شود. تاجیکستان سال 2016 از المپیاد در ریو د ژانیرو با یک مدال طلا برگشت که گرزانداز دلشاد نظرов به دست آورد، ولی متاسفانه دلشاد نظرов این دفعه به دلیل ماجرای دوپینگ تا ماه سپتامبر سال 2021 از حق شرکت در مسابقات محروم کرده شده است و در المپیاد توکیو اشتراک کردن نمیتواند.